منتظر یعنی چی؟ یه وقت مهمون سرزده میاد خونمون، من حالا چیزی ندارم، اجاق گاز خاموشن، میوهی ندارم، یه وقت مهمون عزیزی رو دعوت میکنم. منتظرم یعنی چی؟ یعنی خونه رو تزیین کردم، آب و جارو کردم، غذا آماده است، هی میرم جلو در رو نگاه میکنم. منتظر اون کسیست که وصال به امام زمان ارواحنا فدا که آسون نیست. منتظر اون کسیست که آماده مرگه، یعنی حساب کتاباشو انجام داده، بدهی نداره. خدا روزی کنه ما در زمان حیاتمون آماده مرگ بشیم. حبن شوقا نسبت به امام زمان ارواحنا فدا. اگر کسی آماده مردن باشه، آماده باشه، به او میگن منتظر، کاراشو کرده منتظره. در روایت هست کسی منتظر حضرت باشه افضل اهل کل زمانه.